سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. توی این ویدیو قراره راجع به ساختار فایل سیستم در لینوکس صحبت کنیم. ببینیم لینوکس چه اجزایی داره و هر کدوم از این دایرکتوری ها چه فایل هایی رو توشون ذخیره کردن و هر کدومشون به چه دردی میخورن. قراره لینوکس رو با هم دیگه بشکافیم. خب من از یک ماشین مجازی اینجا استفاده میکنم، اوبونتو. شما میتونید هر لینوکس دیگه ای رو برای این آموزش استفاده کنید. من ترمینال رو باز کنم. برای اینکه به اون دایرکتوری ها دسترسی پیدا کنیم باید به دایرکتوری روت دسترسی پیدا کنیم که من cd اسلش رو میزنم به این دایرکتوری روته که تمامی این دایرکتوری های دیگه از این نشأت میگیرن. خب اگه ls بزنیم میبینیم یک سری دایرکتوری ها اینجا وجود دارن، مثل بوت، هوم و امنتی و غیره که هر کدومش رو بررسی میکنیم. با بوت شروع میکنیم. دایرکتوری بوت شامل فایل هایی مثل گرابه که برای بوت شدن و بالا اومدن سیستم استفاده میشه، مثل بوت لودر و کرنل و غیره. خب برگردیم یه پوش عقب. دایرکتوری بعدی دایرکتوری روته، ولی همونطور که میبینید اجازه نمیده که ما به این دایرکتوری دسترسی پیدا کنیم. برای اینکه به این دایرکتوری دسترسی پیدا کنیم باید به عنوان کاربر روت وارد سیستم بشیم که کافیه سودو su رو بزنیم و وارد کاربر روت شیم. حالا میتونیم به راحتی cd روت رو اجرا کنیم و هر چیزی که توی این روت ببینیم که یکی اسنپ دایرکتوری اسنپ و یکی هم packages.ch روت که اینم فایل ها و دایرکتوری کاربر روت. هر اقدامی که کاربر روت انجام میده فایل هاش توی این فولدر ذخیره شده. خب برگردیم این عقب. خب بعدی دایرکتوری dev هستش یا dev. این شامل فایل های دستگاه های سخت افزاری سیستمه که مثلا وقتی یک کیبوردی رو به سیستم متصل میکنید یا مثلا دیسک سختتون، برای اینکه بدون اینکه به صورت مستقیم با کرنل در ارتباط باشه بتونه نرم افزارها به اون سخت افزار دستورات خودش رو بده. بریم بعدی. خب فولدر بعدی فولدر etc هستش. خب اینم شامل فایل هاییه که برای کانفیگ سیستم و نرم افزارها و غیره استفاده میشه، مثل فونت و غیره. کلا کانفیگ فایل های کانفیگ برای هر نرم افزار سوم شخص یا هر نرم افزار سیستمی اینجا ذخیره شدن. خب بعدی فایل بین هستش، دایرکتوری بین هستش. خب بین شامل فایل هاییه که تمامی دستورات کاربر مثل cd یا ls که همین الان استفاده میکنیم یا make دایرکتوری و غیره که کاربر عادی میتونه با روزانه برای انجام کارش ازشون استفاده کنه اینجا ذخیره شدن. خب برگردیم. خب یه دونه اسپین داریم، دایرکتوری اسپین. اینم مشابه بینه ولی یه تفاوتی داره و اون همینه که یک سری فایل هایی توش ذخیره شدن که دستورات سیستم و fs رو برای کاربر مهیا میکنه. یک سری دستورات بلندتر، بلند بالاتر، بلند مرتبه تر اینجا ذخیره شدن، دستوراتی که توسط کاربرای حرفه‌ای استفاده میشه. حالا ما کاری نداریم، من میگردیم یک فولدر عقب. و خب دایرکتوری بعدی دایرکتوری opt هستش. ببخشید opt، بله ls. خب اینی که خالیه. این توی این opt فایل های مربوط به اپلیکیشن های سوم شخص، یعنی برنامه هایی که ما خودمون نصب میکنیم ذخیره میشن. خب از اونجایی که من هنوز برنامه‌ای نصب نکردم فایل اینجا دیده نمیشه. بریم بعدی. خب بعدی دایرکتوری proc یا پروسس هستش. خب اینجا فایل هایی که برای پردازش های جاری سیستم استفاده میشه
ذخیره میشن. خب بعد از ریبوت سیستم یا خاموش و روشن شدن سیستم، این فایل ها، تمامی این فایل ها اینجا پاک خواهند شد. خب این بعدی. خیلی خوب، دایرکتوری بعدی دایرکتوری لایبرری هستش که به صورت مخفف LIB نوشته میشه. توی این دایرکتوری یک سری فایل هایی قرار دارند که به صورت عموم توسط سیستم عامل و برنامه ها استفاده میشن و بهشون اجازه میده بدون اینکه به کد نویسی نیاز داشته باشن به یک سری توابع خاص و دستورات خاص دسترسی پیدا کنن، مثل کدهای SSL و فایروال و فایل و غیره. هر کدومشون اینجا ذخیره شدن که به راحتی توسط سیستم عامل و دیگر نرم افزارها دسترسی دارید بهشون. خب برگردیم یه دایرکتوری عقب. خب CD دایرکتوری بعدی دایرکتوری TMP که شاید توی ویندوز هم دیده باشیدش. اینجا فایل هایی ذخیره میشن که به صورت موقت ذخیره شدن و پس از راه اندازی مجدد سیستم هم اینا کلا حذف میشن. بریم سراغ دایرکتوری بعدی. دایرکتوری بعدی دایرکتوری هوم هستش. خب توی این دایرکتوری فایل های شخصی کاربر قرار میگیرن، مانند دایرکتوری روته ولی اون مختص کاربر روته، ولی این برای حساب کاربری که ایجاد میکنی توی لینوکس، فایل های شخصیتون توی اینجا ذخیره خواهند شد توی این دایرکتوری ها. این اینستالره، کاری نداریم، توی اوبونتو ذخیره میشه. خب برگردیم عقب و دایرکتوری بعدی دایرکتوری ور هستش. همونطور که از اسمش پیداست توی این دایرکتوری ها و فایل هایی قرار گرفتن که مدام تغییر میکنن. وریبل یعنی متغیر، مثلا لاگ که گزارش های سیستمیه و مدام بعد از گذشت زمانی معین اون لاگ ها در صورت نیاز تغییر خواهند کرد. خب دایرکتوری بعدی دایرکتوری ران هستش. خب اینجا یک سری فایل های ضروری سیستم جهت اجرای فایل های مثل ران تایم و غیره ذخیره میشن که مثلا اینجا کلیک میکنی، خب یک سری فایل ها اینجا ذخیره میشن تا این فایرفاکس باز شه. خب برگردیم یه پوشم عقب و دایرکتوری بعدی دایرکتوری MNT یا ماونت هستش. توی این دایرکتوری یک سری فایل هایی ذخیره میشن هنگامی که یک مثلا USB رو متصل میکنید به کامپیوتر، به سیستم عاملتون، و فایل هایی که این سبب میشه این USB فلش درایو شناخته بشه اینجا ذخیره میشن. خب و بعدی هم که آخرین دایرکتوری میدیا هستش. این هم مشابه همون MNT یا ماونته ولی بیشتر برای اتصال CD رام ها و DVD رام ها استفاده میشه. بالایی برای دیسکای سخت و این نمیدونم فلش درایو و غیره بود، این برای CD رام ها و DVD رام ها و غیره بوده. خیلی متشکرم که توی این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه.